اگر نگاه کنید اینجا ما کرم خراط داشتیم، یه خاک اره هایی میبینید. اگه درخت گردود آب سیاه ازش میاد بیرون، این پست به دردت میخوره. ببینید دوستان عزیزم، این آب سیاهی که از درخت گردو میاد بیرون معمولا 2 تا علت داره. یا علتش بیماری شانکره که معمولا درخت پوستش ترک میخوره و اون قسمت سیاه شده و ازش شیره سیاه میاد بیرون که بعد اون قسمت رو بتراشید و به پوست سفید برسید و برد و فیکس بزنید. علت دومی که این شیره های سیاه از تنه درختتون میاد بیرون، آفتی هست به نام کرم خراط که از 15 خرداد ماه میتونید سمپاشیش رو انجام بدید. اگر نگاه کنید اینجا ما کرم خراط داشتیم، اینجا حضور کرم خراط رو میبینید دیگه، حالا سیاه شده. یه خاک اره هایی میبینید از اینجایی که داخل شده میزنه بیرون. این سوراخ ها رو حتما باید سیم ترمز یا مفتول داخلش بزنید، خالی بکنید، خمیر زئوزران داخلش بزنید، پر بکنید تا دیگه سال بعد نیاد اینجاها اون آفت تخم گذاری بکنه و کرم خراط بره داخل. سم مناسب و زمان مناسب برای سمپاشی کرم خراط رو توی کپشن براتون می نویسم.